Hello, my name is Andrea Guttari. I am professor of public international law at Scuola Sant'Anna of Advanced Studies. سلام، نام من آندرا دگاتریس. من استاد حقوق بین الملل عمومی در دانشکده مطالعات تخصصی سنت آنا هستم که یک دانشگاه دولتی در پیزای ایتالیا است. من همچنین مدیر دوره آنلاین عدالت انتقالی در عمل، چالش‌ها، تجربه‌ها و درس‌ها هستم که به زودی توسط دانشگاه سنت آنا برگزار می‌شود. این دوره تا حدی ادامه دوره قبلی مقدمه‌ای بر اصول عدالت انتقالی است که ما در ماه‌های گذشته برگزار کردیم و بسیاری از شما در آن شرکت کرده اید. همانطور که می‌دانید بر اساس تعریف سازمان ملل متحد، عدالت انتقالی طیف گسترده‌ای از فرآیندها و سازوکارهایی است که یک جامعه برای ترمیم آثار ناشی از مخاصمه، سرکوب، نقض حقوق بشر و سوء استفاده‌ای به کار می‌گیرد که در گذشته در مقیاس بزرگ رخ داده است. هدف از عدالت انتقالی نه تنها اطمینان از پاسخگویی مقامات و برقراری عدالت، بلکه برقراری آشتی در جامعه نیز هست. این فرآیندها ممکن است شامل سازوکارهای قضایی و غیر قضایی، از جمله سازوکارهای حقیقتیابی، پیگرد قانونی، غرامت و اقدامات مختلف دیگر با هدف پیشگیری از تکرار این تخلفات باشد. در این دوره جدید آنلاین در مورد عدالت انتقالی در عمل، چالش‌ها، تجربه‌ها و درس‌ها روی موارد زیر متمرکز می‌شویم. موارد گذشته عدالت انتقالی را که در نقاط مختلف جهان رخ داده است، با هدف شناسایی ویژگی‌های کلیدی آنها بررسی می‌کنیم. بر رویکردهای شمولگرا به عدالت انتقالی با توجه ویژه به افراد دارای معلولیت، مسائل مربوط به جنسیت و کودکان تمرکز می‌کنیم. به پیچیدگی و جنبه‌های چندبعدی فرآیندهای عدالت انتقالی خواهیم پرداخت. بازیگران مربوطه و درگیر در فرآیندهای عدالت انتقالی و نقش ویژه آنها را شناسایی می‌کنیم و در نهایت با هم چگونگی اعمال فرآیندهای عدالت انتقالی در موارد نقض‌های حقوق بشری ویژه مانند محرومیت خودسرانه از زندگی، شکنجه، آزار و اذیت و تبعیض‌های نظاممند را یاد می‌گیریم. اگر وکیل یا حقوقدان، دانشجوی حقوق یا دانشجوی علاقه‌مند به روابط بین‌الملل با تمرکز ویژه بر عدالت انتقالی یا هر فرد علاقه‌مند به موضوع عدالت انتقالی هستید، این دوره ممکن است برای شما مرتبط و جذاب باشد. شما با تکمیل این دوره دانش و مهارت لازم را برای مشارکت حرفه‌ای در طراحی و اجرای برنامه‌های عدالت انتقالی کسب خواهید کرد. علاوه بر این، یک گواهی حضور در دوره دریافت خواهید کرد که توسط دانشگاه سنت آنا که یکی از بهترین دانشگاه‌های ایتالیا و اروپا بر اساس رتبه‌بندی بین‌المللی است صادر می‌شود. این دوره به زبان فارسی و کاملا رایگان خواهد بود. تعلل نکنید. برای آشنایی بیشتر با دوره روی لینک زیر کلیک کنید. واقعا امیدوارم بتوانم به زودی شما را در این دوره آموزشی ببینم. Don't wait. Click the link below to learn more about the course and to apply. I really hope to see you soon at the training course.